در این روزهای آفتابی میبریم با هزار خطان آفتاب بودیم همون خلقیه که در زمستان بود میبریم میروم تمام البته سرجم خوشه و خرسندی میکنیم رقص و بازی میکنیم یا انیداد دیگه من بگم یا انیداد در حقیقت چی دار سالا را کشود کنید انا که من انیداد نخون بکنم من لامش میگه زنک اکا مردک میگه دا سر میزنک میگم زنک اینا بهار آمد نوروزی آمد با نگه که خانه و چت رایی نکردم اینا به هزار برام میگه خانه و چت 7 روز در خانه و چت بگرد با اون یک خاله داره میگه کی داره هر روز مرا میبینه میگه کی ها یا بار زن تا گرفته خونه من نمیای انا برام میگه 3 روز دیگه در خانه اون خالت بگرد میگه اینا 10 روز تو دم 5000 بگرد دیگه زنا که خرسندی رو میبره شوم در روز جواب داده گفته میبره بهار ده همین تا پرگل که کدر رفته است در خونه‌اش یه بچه داره نمیخواد بچه‌اش کم ترک 99 بوده همون بچه‌اش همون کوچه دا گشته است یک 5 روز زنا گشته میویا 5 روز گشته میگه که بچه‌اش میبینه او میگه او چومدی بیا میگه او چا میگه تو نبودی میگه او تا ماه اونو همسایه قشو زنا که گرفت دختر گرفت خونه مونو واکی اوار میگه یا دختر هی همسایه قشو گرفت خونه مونو بچی کو کرد میگه دست گرفت درنی حولی مندر اومد واه بچی کو کرد میگه با دست گرفت درنی خونه مندر اومد وای شرمنده بچی کو کرد میگه دست گرفت تو دیوان مون برو واه خب کو میگه انا میگه پوت نچکوندن نریزوندن میری پیش اوتا تنقل میکنی فهمیدی میگه دکم میگم مالی نقل میکنم میگه پیش درو دیگه زنا گنم خانه تا تیت کدی میدونه میگه مردک در کجایی که مردک هم ها چیگا پای گفتم میبروم چیگا شید زنک میگه من تو را 10 روزه جواب دادم تو 5 روزه گشت آمدی ها میگه مرا خانه و چم رای میکنی و خودت اینجا ده هند دخترای یاش خودت چیگا پای میگه ایگا پای کجا برآمد با میگه بچه جان نقل کو تا نقل که چیکار کرد تا میگه اوتا ما نام سوی قشا دختر گرفت در حوالی مونوار انا بچی کو کرد نقل که بچی کو کرد میگه دست گرفت در خونه مون دروار انا با نقل کنه چیکار کرد نقل کن او میگه دست گرفت توری دیوان مون برور نه بچی کو کرد میگه او چه بیزار کردی چیکار کرد خودت قطعی مرده که همسایه چیکار میکنی اوتا مامانم خیلی کار البته هر گپی میگیم اگه شوخی کردگاه میزنیم این یک انیدو دای روز خرسندی مبارک باشد روزای نوروزی مبارک باشد همه وقت هم که سرجم باشیم و خوشی و خرسندی کنیم غم و اندوه دل از دل بیرون کنیم چطوره که گفتم در اینجا هنرمندان زیاد بر زیاد هستند برای ما و شما هنرنمایی میکنن